روایت میکنن که پسر کوچکتر مولانا که چندان دلخوشی مولوی از او نداشت، چون با شمس مخالف بود، در کنار تعدادی از مریدان مولانا همواره تکذیب میکردند بزرگی های شمس رو و با او سر ناسازگاری داشتن و حتی گفته شده بود که غیبت نهایی شمس که دیگر از او اثری دیده نشد به دست این پسر کوچک و مریدان مولانا اتفاق افتاده. برای همین در شبی که مولانا حال خوشی نداره و بهش الهام شده بود که انگار شب آخر عمرشه، چون شب قبل خوابی دیده بود و پیری او رو به سمت خود خوانده بود، امروز هم این خواب گاهی نشانه مرگ است و در شعر هم اعلام میکنه رو سر به نه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی، بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن. ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده، بر آب دیده ما صد جای آسیا کن. خیره کشیست ما را دارد دلی چو خارا، بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد، پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن. در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن. گر اژدهاست بر ره عشق است چون زمرد، از برق این زمرد هین دفع اژدها کن.